یک گروه مردم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و گفتند یا رسول الله بهترین انسان ها در روی زمین کیها هستند؟ کدام گروه مردم بهترین انسان هستند؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در جواب برای اون مردم گفت احب الناس الی الله ینفعهم للناس. بهترین مردم در نزد خداوند ذوالجلال نفرانی هستند که دست خیر و برکتشان برای دیگران میرسد. دست نفری را میگیرند، دل نفری را شاد میگردانند، خاطر نفری را بالیده میگردانند، از جمله بهترین ها هستند. پس برادری عزیزم، ما کوشش کنیم در حیات، در این نفس چند روزه‌ای که داریم، چنانه که بابای داملا استاد مهربان گفتند، از جمله اهل تقوا باشیم، از جمله آن نفرانی باشیم که زندگی خیش، حیات خیش را فکر کنیم که از کجا آمدیم. بزرگ میفرماید ز کجا آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. ما و شما اصل ما را نگاه کنیم که از کجا آمدیم، خداوند ما را از چی پیدا کرد و هدف زندگی ما چیست و خداوند روز ما را به کجا میبرد، وطن ما کجاست. پس زندگیت برادری عزیزم لذت پیدا میکند، نشست ها لذت دارد، حیات ها همه لذت دارد. دو چیز در اختیار انسان نیست، یکی رزق و یکی مرگ. این از جانب الله ذوالجلال است. امروز ما را نصیب خوردن این طعام های گوارا با حضور استاد مهربان اینجا نصیب کرد. الحمدلله که همه فیض دارد، همه برکت دارد، زیرا با حضور دوستان خدا هستیم. پس این را باید غنیمت دانست و این نفس ها و این نشست ها را غنیمت دانست. نصیحت الملوک حکایت میکند که روز پادشاه را خواب نبرد. به همگان معلوم است که مکان خواب پادشاه کجاست. اگر ما در زندگی کمی مقام و منزلت و داراییمان زیادتر باشد، رخت خوابمان را بسیار ملایمتر و خوبتر میگردانیم که شب استراحت کنیم. صاحب کلام بیان میکند که پادشاه را خواب نبرد، از خواب برخاست، در نیم شب وزیر داشت به نزد خود دعوت کرد و از او پرسید امشب اثر خوابم نیست. وزیر گفت ای پادشاه، شاید امروز طعام زیاد تناول کردی، یا شاید امروز با مردم کم صحبت داشتی، یا قدم کم زدی. بیا از همین قصر بیرون میشویم و همین کوچه های شهر قدم میزنیم. شاید الله ذوالجلال با سبب قدم زدن، به سبب راه رفتن برای شما اثر خواب و حیا بگرداند. هر دو بیرون شدن، جامعه شاهی را در کتفش گرفت. وقتی به کوچه برآمدن، همه مردم در خواب بودند، چراغ ها همه خاموش بودند. ناگهان چشم پادشاه به یک خاندان افتاد که چراغش روشن است. وزیر را گفت چرا این خاندان چراغش روشن است؟ وزیر گفت پادشاه شاید بیماری دارد، شاید مشکلاتی در روزگارش آمده است، شاید فراموش کرده است. گفت بیا یک بار از همین در خانه بگذر کنیم. وقتی هر دو آمدن به در اون خانه، دیدن مردی را که فقیرانه زندگی میکند، خانه فقیری دارد، اما در نصف شب بالای جای نماز ایستاده است، چراغش گیر روشن نموده است، قرآن را به دست گرفته است و قرآن خوانده ایستاده است. پادشاه گفت وا عجبا، من پادشاه یک ملک در جستجوی خوابم، اما این مرد را ببین در این نصف شب برای خود خواب را حرام گردانیده است. وزیر گفت اکنون دیدی که یک مرد نماز میگذارد یا قرآن میخواند، ای پادشاه بیا سفر ادامه بتیم. گفت من میخواهم دیدار این مرد را ببینم. زمان مرد چند صحیفه قرآن خواند، دو رکعت نمازش تهجد خواند، قرآن پوشید، بالای بلندی گذاشت،
و میخواست به خاندانش به جای خوابش گذرد. در این زمان پادشاه همراه وزیر از نزد در آمدند و به آن مرد فقیر سلام دادند. مرد حیران شد، گفت شما کی هستید در این نصف شب در خانه من آمدید؟ پادشاه گفت من پادشاه ملک شما هستم، من حاکم ملک شما هستم. گفت چی شما را به در خانه من آورد؟ من باری اول میبینم که پادشاه به در خانه رعیت بیاید. پادشاه گفت امشب خوابم نبرد، با مصلحت وزیر بیرون شدیم و شما را بالای قرآن دیدیم، در نصف شب بالای جای نماز دیدیم، خواستیم دیدار شما ببینیم. پادشاه جانب وزیر امر کرد همین جامعه شاهی من را ببین، چند مقدار تنگه باشد برار در دستی همین مرد فقیر بده، مردی که شب قرآن میخوان. وزیر در حال دست به جیب پادشاه برد، یک مقدار تنگه های خوب یافت، در دست آن مرد فقیر گذاشت و گفت ای مرد، پادشاه گفت اگر این تنگه ها را همراه فرزندانت استفاده بردی و زمان تمام شد و در بار من بیا و بگو که من فلان مرد هستم که فلان شب قرآن میخواندم. این مرد فقیر بسیار از این سخن پادشاه ناراحت شد. اگر ما را در زندگی بگویند، یک نفر بیاید بگوید که برادرم من برای تو هر روز هر ماه همین قدر مبلغ میتونم تو کار نکن، ما خرسند میشویم، میگیم خدا داده کن. این مرد بسیار ناراحت شد از این سخن پادشاه و تنگه ها را می جنبانید. جانب وزیر گفت پادشاه، گفت همین مرد فقیر را بپرس چرا از سخن من ناراحت شد. وزیر پرسید چرا از سخن پادشاه ناراحت شدی؟ گفت که تنگه ها تمام شد، در بار من بیا. تو ناراحت شدی؟ گفت نگاه نمیکنی به چهره پادشاه. مرد فقیر تنگه ها را در دستش جنبانید و در نصف شب بالای سر پادشاه حواله کرد، شپانید. وزیر حیران شد و جانب پادشاه گفت ای پادشاه، من زمانی که گرسنه ماندم در باریت نمیرم. گفت من در بالای سرم پادشاه دارم که تو بر این پادشاه خواب نماند. او الله نام دارد. گفت من گفت زمان گرسنه ماندم، زمان تشنه ماندم، از پادشاه خودم طلب میکنم. پادشاه زمان این کلام از یک مرد فقیر شنید، دیگر جامعه شاهیش بیرون کرد و به قصر بر نگشت. چی سود از تخت آیی روی تخته، که نوشی قطره آویزی پخته. خداوند مهربان برای ما و شما رزق، حیات، زندگی رو همه را معین ساخته است. و ما هر یک نفس زندگی را غنیمت بدانیم و هر چیزی که به سر انسان می آید بداند که از جانب الله است. مولانا بیان میکنند مرگ در راه منتظر، خواجه بر عزم تماشا می رود. مرگ از خاطر به ما نزدیکتر، خاطر عاقل کجاها می رود. خداوند مهربان زمان رشته عمر انسان تمام کردانید، سبب میگرداند چیزی را. انسان را میبینی در صدمه هلاک میشود، میگویند اگر نمیرفت هلاک نمیشد، اما مرگ او در راه منتظرش بوده است. یا نفری در بیمارخانه هلاک میشود، میگویند از این بیماری هلاک شد، از این میگویند، اما مرگ او در بیمارخانه انتظارش است.
مرگ در راه منتظر، خواجه بر عزم تماشا می رود. می رویم نمیدانیم، اما مرگ انتظار است. نفس های حیات به حساب است. اما انسان ها می گوییم چرا کردیم، چرا رفتیم، چرا گفتیم، اما الله خودش داناست. تن مپرورزان که قربان است تن، دل بپرور دل به بالا می رود. مولانا بیان میکنن ای بنده تو در پی پرستش تنت نباش، تن پرستی نکن، دل پرستی کن. یعنی دل انسان به دست بیار، دل بپرور دل به بالا می رود. زمانی از حضور نفری، از دل نفری آگاه شدی و او را دست گرفتی، خداوند مهربان از این دل و از این دعای نفر انسان به ثریا می رساند. برای می دوستای مهربان این زندگی همه غنیمت است. این رشته های عمر در دست الله است و رزاق ما و شما هم خدای ذوالجلال است. چنان استاد مهربان گفتند عبادت را محبوب بدانیم، ذکرها را محبوب بدانیم، مستقیم محبوب بدانیم. اگر مسلمان هستیم، اگر خداوند ما را مؤمن و مسلم نامگذاری کرده است، صادق باشیم و با صدق الله را پرستش کنیم، عبادت کنیم. مولانا در مثنوی خویش حکایت یک کافر را با مسلمان آورده است. یک نفر دعوای مسلمانی میکرد، دعوای ایمان میکرد و نفر دیگر کفر ورزیده بود با الله ذوالجلال. روز بین این مسلمان و این کافر جنگ می شود. مسلمان می گوید دین من بر حق است، کافر می گوید نه دین من بر حق است. مولانا بیان می کنند غازی از کافر به سرفراز، خواست مهلت تا که بگذارد نماز. روز بین کافر و مسلمان جنگ شد. مسلمان جانب کافر گفت اجازت بده من نماز ما بخوانم. کافر گفت میلش اجازت، برای عبادت کن. گوشه بگزید کافر پاکتر. مسلمان میگد اول رفت نماز خواندن، در یک مکانی رفت نماز عبادت تمام کرد، آمد جنگ دوام داد. نوبتی کافر شد. کافر گفت که منم اجازت بده برم نماز بخوانم. مسلمان حیران شد هیچ خیلی نماز میخوانده باشد. پس مولانا بیان میکند گوشه بگزید کافر پاکتر، پس نهاد بر سوی بت بر خاکستر. رفت یک جاها که انتخاب کرد، اما بتش از جیبش برآورد، در زیر خاک گذاشت، در پیشش گریه را آغاز کرد. این مسلمان دید که کافر در پیش بود اینقدر گریه دارد، اینقدر ناله دارد، در دلش نقشه کشید. گفت اگر این را من در این زمان سجده بتش هلاک نکنم دیگر قدرتم نمیرسه. خواست تا تیغ زند بر وی نهان، هاتف آواز داد از آسمان. برداشت مسلمان تیغ که در سر کافر بزند که از جانب آسمان هاتف صدا داد، ملائکه صدا داد. گفت جانب مسلمان او نزد تیغت اول داد محل. گفت همین کافر در زمان نماز خواندنت مهلت داد، تیغت نزد. تو اگر تیغش زنی جهل است جهل. گفت اگر چه این کافر اگر تیغ بزنی از جمله جاهلان هستی در نزد الله ذوالجلال. هاتف در دوام گفت ای مسلمان نامسلم آمدی، در وفا از کافر کم آمدی. بود کافر را وفا و ایمنی، کو وفاداری تو را گر مؤمنی. کافر عهد وفا کرد تو را آزار نداد، اگر دعوای مسلمانی میکنی وفای تو کجاست، عهدی تو کجاست. افسوس صد افسوس 5 وقت نماز با الله عهد میبندیم اما عهد شکن هستیم.
زمان این کلام ها را از زبان حاطف این مسلمان شنید، تیغش از دستش افتاد، در یک گوشه رفت و گریه کردن گرفت. وقتی کافر نماز را تمام کرد آمد که با مسلمان جنگ کند، آمد گریه دارد. سوالش کرد، گفت گریان بر چی برگوی راست. گفت چی به گریه میکنی؟ راست شو بگو. مسلمان گفت زین زمان کردند از من بازخواست، بی وفا گفتند از بحری تام، این چنین گریان از قهری تام. گفت ما بالای سر خالق دارم، الله دارم که برای شما من بی وفا خداوند گفت. گریه ها برای من است. کافر نمیدانست که این از کدام الله صحبت میکند، صفت های ذاتی الله نمیدانست. جانب مسلمان گفت که قصه را بیان کن. گفت وقتی مسلمان بیان کرد که من میخواستم تو را در زمان سجده به هلاکت برسانم، اما خداوند ذوالجلال ملائکه را روان کرد که برای من چنین صداها را رسانید. کافر دست مسلمان را گرفت و گفت عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم، ای دریغا بر دلم بند چنین، بی خبر من از خداوند چنین. ما الحمدلله بگوییم که ما بالای سرم الله داریم که ما را دوست می‌دارد، خدایی داریم که به ما مهربان است. الله ذوالجلال ما را اینقدر صورت ها داده است، اینقدر نعمت ها داده است. زندگی با سعادت، با سجده ها کم است، ذکرها کم است، قلب ها بیدار نیست. برای می دوستای مهربان این نفس های زندگی دوری نایاب است. باز هم به یاد خدا باشیم، و عبادت الله باشیم، زندگی را دوست بداریم. در برابر عبادت دل نفر به دست بیاریم، در برابر عبادت مهربان باشیم برای هم. امروز خاندان این دوست ما را همین محبت آورد و دیدار حافظان قرآن دیدیم، استادان مهربان دیدیم. از این فیض برای من آمد. برای این دوستای مهربان این زندگی و حیات دوست بداریم و این نفس ها را غنیمت بدانیم. این است کلام است برای درس زندگی ما و شما دوستای مهربان، برای راهنمای زندگی. حیات میگذرد. زمان جوان بودیم، امروز مویها سفید شد. نعمت های الله روز برایمان داده بود، امروز این نعمت ها کم شدن میگیرد از روزگارم. نفس پیری به سراغ می آید. اگر نفس ها با یاد خدا بود، هر زمانی که انسان نعمت های خدا را دید و شکر کرد، خداوند این شکرها را لذت عطا میکند برای انسان. پس این زندگی، این حیات و این آسودگی را غنیمت بدانیم و از نعمت عالی ترینی که خداوند مهربان برای ما تن صحت داده است شکر کنیم و در صحتی الله را سجده کنیم که روز پشیمان میشویم، روز دردمند میشویم، روز قامت ها خم میشود. دیگر لذت سجده ها برای انسان به دردش نمیخورد. در جوانی توبه کردن نشعه پیغمبری است. در جوانی عبادت را باید لذت دانست. در جوانی عمرها را غنیمت دانست که روز پیر میشویم، روز خسته میشویم. از عالی میپرسیدند جنت چند قدر راه است؟ در جواب گفت جنت یک قدم است. اگر ما را یک مکان زیبای دنیا را تعریف کنند، آرزو میکنیم که خداوند برایم دست بدهد که مکان را بروم دیدار بینی کنم. اما زمان صفت جنت را علما میگویند این مرد گفت جنت چند قدر راه باشد؟ عالم گفت یک قدم است، دور نیست جنت. اگر قدم اول را در بالای نفس بگذاریم، اگر بالای نفس قدم تا بمانی، برادرم قدم دویممان در جنت میرسد. اما افسوس صد افسوس که بالای نفس قدم ماندن خیلی مشکل است، خیلی دردناک است، خیلی آتش عذاب است.
اما نفر بالای نفسش اگر قدم گذاشت، نفس از زیر پا گذاشت، هر آینه مطمئن باشد، ایمانش کامل باشد که قدم دویمش در جنت میرسد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که امتان من در روز قیامت در فکر سه چیزند. یکم در فکر گرفتن نامه اعمال که پروردگارا نامه ام را به دست راستم بده. امروز قلم به دست خودمان داریم، نامه ها را خودمان می نویسیم. پدر مهربان، زمان صبح شد و نماز با جماعت خواندیم یا بامداد خواندی و آن روز روزگارت را به نیکو گذرانیدی، دل نفری به دست آوردی، این صحیفه روزگارت روز قیامت برکت است. از این روزت پشیمان نیست. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند امتان من روز قیامت در اضطراب آنند که خدای ذوالجلال ترازوی اعمال نیکم را زیاد بگردان. برای می به پدرای عزیز امروز نیکی ها را زیاد کنیم، به خاطر آن ترازو روز ما را پشیمان نکنند. سوم، گذشتن پل صراط که راه صراط مستقیم، راه راست را برای خودمان، خاندان و فرزندانمان راه صراط مستقیم بدانیم. مولانا بیان میکنند ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراط جای تشویش است و بیم. امروز اگر راه صراط مستقیم را نآموختیم، نرفتیم، روز مشکل می شود. پس برادرای عزیز، دوستای مهربان، پدرای عزتمند، این حیات با سعادت، این نشست ربانی خانه دوست غنیمت بدانیم و فرزندان و یار و دوستان به دوست داشتن محبت و به قدم نهادن در راه صراط مستقیم هدایتگر باشیم. یادم رسید زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه زندگی و حیا داشتند. مردم اهل یهود از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، مردم اشراف زاده بسیار ناراحت می شدند. زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت نمودند. اهل یهود مکه بسیار شادی میکردند. روز یهودی را قصه میکنند که در خانهش تورات میخواند و در زمان خواندن تورات فرزندش در بیرون بازی میکرد. یکی به گوش فرزندش یک صدای رسید از صدای پدر که در صحیفه زیبای تورات نام حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به اسم احمد آمده بود. وقتی که همین اسم ذکر کرد، فرزندش آمد در را کوفت و گفت پدر جان اجازت باشد یک سؤال بپرسم. او بگو بچه جانم. او یک نام زیبایی را در زمان تلاوت تورات بیان داشتی. بسیار یهودی ناراحت شد. جانب فرزندش یک فریاد زد. او به این نام محبت نکن. نعوذ بالله گفت این نام یک ساحر است. فرزندش بسیار ناراحت از این جواب پدر بیرون شد. روزی دیگر آمد. همون خیلی میگذشت که با پدرش همون آیت تلاوت میکرد. باز وارد خانه شد، اجازت خواست. گفت پدر جان من رو منع کردی، امروز تلاوتش نمودی. گفت من نگفتم که به این نام محبت نکن. با فرزند پیش کرد از در. این جوان از دور نظاره میکرد که کی پدرش از همین حجره بیرون میشود. دید که پدرش بیرون شد، آمد وارد خانه شد، همون صحیفه را کشاد. دید که پدر با خط سیاه بالای نام پیامبر صلی الله علیه و سلم رنگ سیاه کرده است. با دلش گذراند که این چه خیلی نام قیمتی باشد، این شخصیت کی باشد که پدری من نسبت او دشمنی دارد. در مکه مکرمه از دوستان پدرش پرسان میشد که همین نام کیست. اما نفرانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند جانب این جوانک میگفتند
صاحب این نام را در مدینه جستجو کن. روز جوان به اجازه پدر در عشق همین نام راه مدینه را پیش گرفت. مدت ماها قدم زد، آمد و مدینه منوره رسید و در مدینه منوره هر نفر را میپرسید که همین صاحب نام کجاست، میگفت محمد کجاست. همه گریه میکردند و کسی به کودک جواب نمیگردانید. از دور نشان دادند یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را که ان از اونها برو بپرس. آمد دامان حضرت ابوبکر صدیق را گرفت و گفت آیا محمد تو هستی؟ ابوبکر صدیق بسیار گریه جانگداز کرد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز شده بود که از مدینه گذشته بود. همه در فراق رسول الله خون میگریست. دامان حضرت عمر را داشت. آیا گفت محمد تو هستی؟ که فریاد کشید. ابوبکر صدیق گفت ای جوان، تو کی هستی که از ما این سوال میکنی؟ گفت من فرزند یک یهودی از مکه مکرمه آمدم و پدرم چنین کرد، من میخواهم صاحب همین نام ببینم. ابوبکر صدیق به زبان آورده نمیتونست که رسول الله از دنیا گذشته است. گفت این طفلک را ببرید، آب نانش بدهید که راه دور آمده است و نزد نبیرگان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم ببرید تا همونها بگن که محمد کجاست. کودک وقتی این کلام شنید گفت تا من دیدار رسول خدا را نبینم در دهانم آب نمیکنم. کودک بردن نزد نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و سلم. از اونها پرسید چرا من در مکه در مدینه منوره همین نام زیبا را میپرسم همه میگریند؟ نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این نامی که تو میپرسی بابای ما هست، این رحمت للعالمین است، این محمد صلی الله علیه و سلم است که ما 3 روز شد در فراق اون مدینه خون میگرید و از دنیا گذشت. گفت کودک یک فریاد کشید، یک آه جانگداز کشید و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و جان به جبار سپارید. یاران حبیب خدا صلی الله علیه و سلم این کودک را در روضه مبارک به خاک سپاریدند که روز قیامت از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم با نصیب شود. بزرگ می فرماید ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است، ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است. در دهر کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خویش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. بر مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست مادر شدنی نیست. خداوند فرزندامون پیروی مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم بگردان، پیروی قرآن و سنت بگردان. خداوند محبت قرآن، عزت قرآن و محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قلب ما و شما و فرزندای ما و شما، این شه بچه نازنین، عروس نازنینش گوارا بگردان. الله ذوالجلال اهل این خاندان و اینجا نشستگان را مأمور به جنت بگردان. کدوم استاد مهربانه که نشستش کلامش برای ما درس زندگی است. اکی ملا منصور جان و این محفل مان و این نشست و این خاندانی برادر مبارک بگردان. پروردگار مهربان عبادت های ما را دستمایه روز قیامت ما.
پروردگارا همین بیماری که به سر جامعه جهانی آمده است، ای الله ما بندگان قوت امتحانی تر نداریم. خدا همین بیماری را سر بنده ها برداشته کن. پروردگار مهربان یک قرآن بخوانه خارجان نباشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظیم. ای عدل تو پاسخ ز همه چون و چراها، ای فضل تو بهتر ز تمامی عطاها. با توبه اگر بنده بیاید بدری تو، با توبه اگر بنده بیاید بدری تو، حقا گذری از همه جرم و خطاها، حقا گذری از همه جرم و خطاها. من گرچه گناهگار و بدم یا الله، از درگاه خود مکن ردم یا الله. گفتم که این همه عصیان و گناه چه کنم؟ گفتی که بیا من آمدم یا الله. صد جرم و گناه داری، ای دل تو بگو الله. گر نام سیه داری، ای دل تو بگو الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بحرمة القرآن، ويسر أمورنا ببركة القرآن، واشرح صدورنا بتلاوة القرآن، واغفر ذنوبنا بعناية القرآن. هون لنا سكرات الموت بشرف القرآن. سكل ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن. إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب
زیدری تون چی منی گدا میخواهم افزون زی هزار پادشاه میخواهم هر کس زیدری تو حاجت میخواهد من آمدم از تو را میخواهم الهی ندارم پناه غیر تو خود فرموده ای که لا تقنطوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا هدایت کن ما را با هدایت قرآن، اکرام کن ما را با کرامت قرآن، زینه ده اخلاق ما را با نور قرآن، بکشا سینه های ما را با تلاوت قرآن، وزن گردان ترازوی اعمال نیک ما را فردا یوم قیامت با بزرگی قرآن. پروردگارا بگردان قرآن را در دنیا برای ما هم صحبت، در قبر مونس همراه و در پول صراط نور و در روز قیامت شافع. پروردگارا ثواب این کلام های پاک اولا بر روح پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم برسان، بعدا بر روح گذشتگان صاحبان خیر، گذشتگان یکی حاجی. خداوند در این روز توی سرور روح گذشته هاش رحمت کن. خداوند نوجوانا را بخت عطا کن. الله ذوالجلال برکت را در عمر، افزونی را در رزق، صحتمندی را در اعضا، توبه را پیش از مرگ، راحت را وقتی مرگ، آزادی را از آتش جهنم و وارد شدن را به جنت الفردوس برای اهل این خاندان و این جانشستگان ارزانی بگردان، زیرا که دریای رحمتت به پایان است. آمین یا رب العالمین. جان تسلیم قاول شیرینی